اسم شما چیه؟ بنی. شما؟ دانیا. بنی گفت مامان من تو روسیه به دنیا آمده، تو آلمان بزرگ شده و فارسی رو عالی صحبت میکنه. خیلی تبریک میگم. بنی اینو گفت که منو با مامانش ست بکنه و من از تو ممنونم. مامانتم خیلی خوشگل، من میشم بابای تو. جان بعدش رو سری میری میخوابی یا؟ چقدر شما گلین واقعا. مامان فارسی رو خیلی خوب یاد گرفتی از بابای ایشون. باباشون اینجا تشریف داره. Entschuldigung. شما چرا هیچی نگفتی؟ پدر بعضی وقتا بچه های آدم سوء تفاهم ایجاد میکنه. چه مردی هستی شما واقعا، چه ایرانی قلیمی هستی شما، چه ایرانی با انصاف، با محبت، بخشنده و مهربانی هستی. صفات خداوند در شما دیده می شود. شما یکی از بخشنده ترین انسان های کره زمین شما هستی ای پدر. تبریک میگم که اینقدر خانواده دوست داشتنی هستین. بعد شما هم فارسی خوب صحبت میکنی، هم آلمانی صحبت میکنی، هم روسیه‌ای صحبت میکنی، هم انگلیسی. بابا دمت گرم، چه پسری بار آوردی پدر. به به. دخترم دارید؟ خب زودتر میگفتین.